جوان سر از فرمان مادر بتاب. یک جوانی سرکش بوده است، بعضی مثل جوانای ما و شما که مادرها را پسند نمیکنند، مادرها را حرمت نمیکنند. دلی دردمندش به آزار بتاب. شیخ سعدی میگه بسیار دلی مادر را درمند کرد. چو بیچاره شد پیشش آورد و مهد که گفت ای سوست مهر و ای فراموش عهد. مادر چیکار کرد؟ ببینید عجیب کاری را کرد. دوست می‌دارم مادرایی که فرزنداتون حرمتان نمیکنند یا به قدر شما نمیرسند، اگر دعوای مؤمنی و اسلامی و دعوای نمازخوانی کنند، همین عملی که مادر در حق فرزند خود کرد تو هم مادر عزیز بکن، شاید این عملی تو را بیدار کند. این مادر چیکار کرد؟ چو بیچاره شد پیشش آورد و مهد که گفت ای سوست مهر و فراموش عهد. نه گریان و درمانده بودی و خورد که شبها زی دست تو خوابم نبرد. فریاد زد مادر، با تمام از تحت دل فریاد زد. نه در مهد نیروی حالت نبود، مگس راندن زی خود مجالت نبود. اینجا بیا گفت نزد من ده بیا گفت، به خانه کمپیرخانه مادر در آگو آور چیناند این بچه سرکشه. بعد کجا رفت؟ چو بیچاره شد پیشش آورد و مهد. رفت از خانه دیگر همون گهواره ایده که این بچه سرکش خواب بود، همون گهواره را برداشته و به پیش آورد. ببینید همون گهواره را برداشته و به پیش این بچه سرکش آورد. گفت ای سوست مهر و فراموش عهد. فراموش کردی همین جایگاه کیست؟ گفت همین گهواره را میشناسی؟ چرا این قدر مهری تو سوست شده است؟ مهری تو کجا شد؟ مادر گهواره را به فرزند نشان داد که شاید از سخن عالم‌ها عبرت نگیرید، از سخن حکیما و از سخن دانشمندا هیچ عبرت نگیرید. شاید مادر مجبور شد و گهواره را گرفت و در پیش این فرزند گذاشت. وقتی نشان داد فرزند با دقت نظر میکرد و گفت نه گریان و درمانده بودی و خورد. تو میدانی یک زمان گریه میکردی، بسیار درمانده بودی، محتاج بودی کسی به تو کمک کند، بسیار خورد بودی که شبها زی دست تو خوابم نبرد. او شبها مرا خوابم نمیبرد. شبی دراز تو گریه داشتی، شبی دراز تو خوراک طلب میکردی، شبی دراز گویم برای تو تازه کردن حاجت بود. و در همین خانه شما خودتان خلاصه براریم. حاضر کودک در خانه های خود ما کودکامون وقتی که اگر همون در بروکش گویم وقتی بی‌تمیزی میکند، وقتی که گویم از او آن چیزی که آزار دهنده است خارج می شود، ببین چقدر نفرت میکنیم. تریزا را کشویم، بگیر برده تیز ایره شستشو کن. در بوی او طاقت نداریم. لیکن مادر همون را برداشته، مادر با اون ملایمی سخن گفته و برداشته و به لب آب میبرد، برای آب گرم میکند، میشود با دستای خود تازه میکند. انسان کمی بیدار شد. آخه خاطر خدا را هم ندیدی، خاطر شریعت هم ندیدی، خاطر هم محنتای مادر کمتر یک قدر کن. در دوام مادر با اون چی گفت؟ میلش تو شبها هم گریه میکردی، عذابو میدادی، شکنجم میدادی، از دست تو بیمار بودم، خواب حلال ندیده بودم. نه در مهد نیروی حالت نبود و تو در همین گهواره خواب بودی، تو تماما قوه نداشتی. مگس راندن زی خود مجالت نبود و مگس ها بالای سری تو را می گرفتن، در بینی و در دهان تو مگس ها می در آمدن، تو حتی برداشته دست همونها را پیش کردن نمی تانستی. آیا همتا نیست؟ آیا همچنان نیست در عصر امروز می بینیم که اما قوت یک مگس دور کردن نداشتیم؟ و کی همون را از بالای ما دور کرد؟ مادر کرد.
پیغمبر خدا به نزد یک قبر گذاشتند که بسیار قبر نگاه کردند. از داخل قبر صدا می آمد. چی صدا می آمد؟ عن فوق النار و عن تحت النار و عن یمین النار و عن شمال النار. از زیر پایم آتش است، از بالای سرم عذاب است، از پهلوی راستم عذاب، از پهلوی چپم عذاب. ای داد، ای پشیمانی، ای نافهمی، داد میگفت. حبیب خدا وارد راحت و عذاب قبر میدانید پیغمبر ما. حبیب خدا بعداً به نزد این قبر آمدن و مردم قبیله را فریاد زدن، گفتن کنی بیایید این صاحب این قبر کیست که این قدر فریاد از عذاب دارد؟ همه میگد راستای قبر آمده ایستادن نزد این قبری که پیغمبر خدا عذابش میدید. نگاه کرد یک خیلی مادر پیرانسال آمده و راست قبر ایستاد. تو مادر این قبر کیست؟ گفت این قبر فرزند من است. گفت در حال حیات این دعای تو را گرفته بود یا نه؟ تو از این راضی بودی یا نبودی؟ مادر گفت پیغمبری خدا گفت از همین بچه گفت دهن نکشا، گفت زبان نکشا. این از جمله فرزندایی بود که ما از روزی که این زندار کردیم یک پیاله چای را ما ننوشیدیم. پاپ ما جانب خانه این فرزند رفتن نمیتوانستیم. زنی داشت که محبت او از پدر و از مادرش بالا بود.